कलरक است برای اندروزایی که مشکل دیتا ندارن. اونایی که خطا دیتا میکنن یا اینکه مشکل دیتا دارن، اونا این آموزش برای اونا نیست. اونا باید از برنامه ویموس پرو استفاده کنن. حالا اونایی که روت هستن یا مشکل دیتا ندارن میتونن این آموزش انجام بدن و کلرک خودشون فعال کنن. اولین کاری که میکنید دوستان، بازی مود شده 32 بیت همون که دوست داری، کره باشه یا گلوبال مشکلی نیست، ولی فقط روش فعال کردن همینه. بازی من الان میخوام فعال کنم، من از 32 بیت 64 بیت هم به همین طرفان است. یه بازی مود شده داشته باشید، یه بازی اصلی داشته باشید، اوبیوی که خودتون دارید، اوبیوی که دارید، دیتا هم دارید. اولین کاری میکنید که اینکه بازی اصلی خودتون پاک کنید، باید برید اسم دیتا و اوبیوی رو عوض کنید. من اسم اوبیوی رو تغییر نمیدم به خاطر اینکه اوبیوی من پاک نشه، یعنی دیلیت نشه. یه عدد روش نوشتم، هم دیتا همین کار میکنم چون دیتا نباید پاک بشه. من میرم کنار دیتا، هم یه عدد می‌نویسم که اون دیتا من پاک نشه. ببینید این دیتا پابجی است، اینجا عدد می‌نویسید. کسانی که مشکل دیتا ندارن، یعنی خطا دیتا ندارن، میتونن این آموزش انجام بدن، کلک برای خودشون فعال کنن. ولی کسانی که مشکل دارن دیگه، اونا دیگه این آموزش براشون چی فایده نداره. حالا من اسم عدد رو عوض کردم، بازی خودم پاک میکنم، بازی را از اینجا دیلیت میکنم. چون که بازی وقتی میخوایم بازی مشکل نصب کنیم، باید یه بار چیکار کنیم، کامل دیتا را عوض کنیم. وقتی این کار کردم دوستان، من دوباره اسم دیتا و اوبیوی را درست میکنم، چون که من میخوام بازی مشکل دیگه نصب کنم. این دو تا را درست میکنم به خاطر اینکه چون که بازی مشکل نصب میشه، این خطای اوبیوی و دیتا برای من نیاد. حالا بازی مشکل ما اینجا نصب میکنیم، شما همین کار انجام میدید. این کار خیلی مهمه، چون که اینجا ما میخوایم کلر را به دست بیاریم. یک کم صبر کنید این مود شده برام نصب بشه و وارد مود شده بازی میشیم دوستان. اینجا یه لحظه صبر کنید، ببینید برام نصب شد. الان ما از اینجا میتونیم ورود کنیم. ما از اینجا ورود میکنیم چون که اسم دیتا و اوبیوی ما صحیح است و اینجا ورود میزنیم دوستان. خب وقتی اینجا دوستان ورود میزنید، از اینجا به صورت توییتر میتونید وارد بشید، به صورت میتونید گست، یعنی همون مهمان. دو طریقه میشه، ایمیل اینجا وارد نمیشه. فیسبوک رو موبایل کنید، یا از طریق فیک توییتر برید، یا از طریق همون مهمان گست که گفته میشه. این درست میتونید دوستان بازی خودتون مشکل وارد بشید. خب وقتی اینجا ما بیایم، اینجا هم میتونید کلر خودتون رو تعیین کنید. مثلا بادی ما چه میشه، من بخوام بادی پینک میخوام انتخاب کنم، حالا اینم میخوام گرین کنم یا رد کنم. همینجوری چند مدل عدد را انتخاب کنید. امیر دستکاری نکنید، چون که اینجوری امیر دستکاری کنید همه چی به هم زده میشه. چند تا کلر انتخاب کنید ولی امیر انتخاب نکنید. خب الان اینجا میتونید از طریق توییتر یا میتونید از طریق گست یعنی مهمان، میتونید از این دروش وارد بازی بشید. من به خاطر اینکه میتونم کلر که خودم استفاده کنم، من از طریق توییتر میرم، چون که گست من یکم مشکل داره. کسانی که مشکل نداره خوبه، ولی من گستم اگه برم میدونی چی میگه مثلا شما گستتون خراب. اینجا هم توییتر من فکر کنم یکم مشکل خورده، خیلی خراب شده. چرا توییتر میگه باید این ایمیلی که شما دارید تایید عضویت کنید. الان من اینجا توییتر خودم تایید عضویت میکنم و به شما نشون میدم که از طریق توییتر میتونم کلر خودم فعال کنم. یه لحظه صبر کنید تا این کار انجام بدم دوستان. توییتر فکر ما یکم به مشکل خورده بود، به خاطر این از طریق گست میخوایم بریم، چون توییتر فکر ما تست کردیم، رفتیم دنبال ایمیل، دیدیم که ایمیل ما کلا پاک شده از برنامه ایمیل فیک. به خاطر همین کدها دیگه به دست ما نیامد، توییتر ما خراب شد، یعنی اون اکانت فیک ما خراب شد. حالا ما از چیکار میکنیم؟ از گست آمدیم، یعنی از مهمان آمدیم. مهمان که میایید دوستان، کلرک براتون فعال میشه، مطمئن باشید، چون که باید باگی حرکت کنید. اگه باگی حرکت نکنه کلرک براتون فعال نمیشه دوستان. حالا ما دیدیم که باگی حرکت نکرد. چرا؟ وقتی باگی حرکت نکنید کلرک برای ما فعال نیست. حالا باید چیکار کنید که باگی حرکت کنه؟ باید برید تو دیتا پابجی خودتون، دیتا پابجی برید، چون که باگی حرکت نکنه یعنی کلرک براتون فعال نمیشه دوستان. این همیشه یادتون باشه. حالا ما که کلرک برام فعال نیست، یعنی باگی ما حرکت نکرده. چیکار میکنید؟ اینجا که میایید دوستان، ببینید من چند تا دیتا داشتم که همیشون درست کردم، اینا تغییر نامست، اینا این کار نمیکنه، ولی این خیلی مهمه. ما باید اینا چیکار کنیم؟ اینا پاک کنیم، اینا پاک کنیم تا اینکه کلرک برام فعال بشه. این خیلی مهمه. اون باگی کار نداشت، امین که من پاک کردم دیگه بعد باگی حرکت کنه. به خاطر اینکه باگی حرکت کنه من چیکار کردم؟ اونا رو پاک کردم دوستان. حالا من اینجا ببخشید رفتم رو کره، یعنی این کاتی کردم. حالا ما میزنیم روی این بار، اینجا این بار دیگه بعد باگی حرکت کنه، چون که باگی اگر حرکت نکنه یعنی عمران کلرک شما فعال بشه دوستان. خاطر اینکه کلرک شما باید فعال بشه، بعد یه بار باگی براتون حرکت کنه، تست کنید و بعد اینکه باگی حرکت کنه شما میتونید بازی اصلی خودتون دوباره نصب کنید. اینجا من کلرک پینک میخوام انتخاب کنم، چون من فقط کلرک پینک میخوام. روش میزنم و اینجا میرم کنار، دوباره از طریق گست میزنم. این گست مشکل نداره، ولی توییتر فیک هم باشه خیلی خوبه. اما بازی اصلی خودتون تو این فعال کردن کلرک استفاده نکنید که به مشکل میخورید دوستان.
اینجا دیگه می‌بینید دوستان ما الان دیگه ببینید باقی داره حرکت می‌کنه به خاطر چون کلر که دیتا ما بود ما اونو پاک کردیم حالا داره برای ما دیتا کلر درست میشه. این باقی تا آخرش میاد دوستان مطمئن باشید کلر برای شما فعال میشه، یعنی امکانش خیلی زیاده. اگر یه بار اینجوری فعال نشد فکر کنید فعال نشد دوباره همین روش تست کنید، یه دو بار تست کنید مطمئن باشید یعنی این جواب میده. شاید یه بار به خاطر اینکه باگ بخوره براتون فعال نشه، مثل همین که من الان رفتم پابجی بدون اینکه باگ حرکت کنه رفت تا آخر، یعنی هیچ باگی حرکت نکرد رفت داخل بازی. این مشکلات وقتی میاد یعنی باگی حرکت نکنه یعنی دیتا امکان داشته براشون فعال نشه، به خاطر همین دیتا کلر فعال پاک میکنی دیلیت میکنی و اینجا باقی براتون حرکت کرد امکان 99% داره که براتون کلر فعال بشه. حالا ما اینجا ساب کنیم تا اینکه این لابی بریم. خب این چون گست است به ما میگیم مثلا گست به صورت مثلا یه اکانت تبدیل کنیم، به خاطر همین این گست ما خطا میره ولی تا لابی میره این کلر کم فعال است. اون موقع چیکار کنید بازی اصلی خودتون بعد نصب کنید. چگونه نصب کنید اونم به شما میگم که یعنی اسم دیتا و اوبی خودتون دوباره درست کنید، تغییر نمیدید، بازی مشترک پاک کنید، بازی اصلی رو که نصب کردی دوباره میاد داخل اکانت اصلی خودتون کلر خودتون فعال، هیچ مشکلی به بازی شما پیش نمیاد. این طرفاندی است که کسانی که مشکل دیتا ندارن، چون گوشه من دسترسی دیتا کامل داره روت است هیچ مشکل نداره، ولی کسانی که مشکل دیتا دارن این مثلا دیتا خودشون دسترسی مثلا تغییر نمیکنن و بعد داخل بازی میرن اونا خطا میارن، اونا نمیتونن، اونا بعد از ویمس استفاده کنن، چون ویمس تنها راهی است که میتونن برای گوشه مدل بالا جواب بده. منظور من اینه که کسانی که گوشه مدل بالا دارن اونا بعد از ویمس استفاده کنن، چون ویمس تنها گزینه‌ای است که میتونه برای اونا جواب بده. حالا ما اینجا لابی آمدیم دیگه ما مطمئن کلر که ما فعال میشه، چون اینجا دیگه ما باقی برای ما حرکت کرده ما چیکار کنیم اینا اینجا دیگه میذاریم کنار. میریم اسم دیتا خودمون آواز میکنیم. ببینید سایز دیتا کلر که ما چند سایز شده 13 مگ دانه شده و این یعنی کلر که ما 100% دیگه دوستان جوابگوی است. حالا ما اینجا تغییر نام میدیم، ببینید یکم تغییر نام میدیم، میریم اسم اوبی هم دوباره تغییر نام میدیم چون که این اوبی ما پاک نشه، خیلی مهمه این دوتا خیلی مهمه، ما هر دو رو تغییر نام میدیم و اینجا ما دوباره بازی خودمون از اینجا پاک میکنیم دوستان، بازی گلوبال خودمون پاک میکنیم، بازی اصلی رو بعد نصب کنیم چون که دیگه ما به موجوده کاری نداریم، کلر که ما دیگه انجام شده. اینجا بازی اصلی 32 بیت من ببینید هست تو کانال ما هست، بازی 32 بیت اصلی 32 بیت 64 بیت کره گلوبال همه هست دوستان، اوبی هم هست، شما میتونید از اینجا دانلود کنید وقت مود شده کلر فقط کلر کشیده دوستان دانلود کنید، یعنی نیاز نیست که با مود شده بازی کنید، مود شده امکان 99% بند شدن یوی داره، به خاطر این ما فقط میخوایم چیکار کنیم کلر کش به دست بیاریم. حالا من اسم این دو تا رو درست میکنم چون که بازی اصلی نصب شده دیگه میتونید راحت بازی اصلی خودتون وارد بشید، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون که این بازی مود شده شما نیست دوستان، میتونید راحت بازی اصلی خودتون وارد شید. حالا من یک اکانت دیگه بعد وارد بشم بهشون نشان بدم که یعنی بازی اصلی هیچ مشکلی پیش نمیاد دوستان. یلا صبر کنید. خب اینجا میتونید دیگه بازی اصلیش کو نصب کردید، شما میتونید دیگه دوستان رو اکانت خودتون وارد بشید، اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد چون وقتی بازی اصلی خودتون نصب کردید دیگه کلر براتون فعال میشه. اگه هم نشد دوباره باید مود بازی نصب کنید تا اینکه کلر براتون فعال میشه، یعنی همون کارا که من گفتم دوباره همون کارا رو تکرار کنید تا اینکه کلر براتون فعال بشه. ولی من میگم که اولین بار 100% براتون ان شاء الله فعال میشه. اگه نشد یعنی امکان است کبھی بعضی وقت مثلا امکان است یه باگی پیش بیاد فعال نشه. اگه مثلا باگ پیش اومد فعال نشه شما دوباره میتونید از اول همین مود بازی نصب کنید دوباره همینجوری کلر که خودتون فعال کنید. این بعضی وقتا باگ پیش میاد ولی خب من امکان میدم که این بیشتر امکانش هست که فعال بشه دوستان. خودتون میبینید که من کلر فعال شده، ببینید که من پینک انتخاب کرده بودم، ببینید کلر که پینک من فعاله، خودتون نکنید همون چیزی که من انتخاب کردم کلر فعاله. حالا اینجا چرا من اینجوری میشه؟ اینجا چون که آیدی جدید من زده بودم به خاطر اینجوریه که یا آیدی من جدید توییتر ساختم اون آیدی من خراب شد، ببینید این جدید به خاطر اینجوری دوستان تازه آمده. ولی ببینید که کلر پینک فعال شده دیگه شما میتونید رو بازی اصلی هم ورود کنید. چرا؟ چون که این بازی مشکل نیست، بازی اصلی است، شما میتونید اکانت اصلی خودتون وارد بشید، کلر به شما بر نمیاد دوستان، موافق باشید دوستان همین کار انجام بدید. کار چی همین دوستان به شما گفتم، اول اسم دیتا خودتون آواز کنید، بعد اوبی آواز کنید، بازی مشکل خودتون نصب کنید. وقتی کلر باقی حرکت کرد اگه حرکت نکرد حتما بیاید این پوشی که بهتون گفتم اینو پاک کنید، این پوشی رو پاک کنید که ببینید اینجوری است، پاک میکنید و دوباره میری باقی حرکت میکنه. باقی وقتی حرکت کرد سایز میبینید 13 یا 14 مگ شد یعنی کلر براتون فعال دوستان. پس چیکار میکنید؟ میاد دوباره اسم دیتا اوبی رو آواز میکنید، بازی اصلی خودتون نصب کنید. مثل من که الان من نصب کردم
دیگه هیچ مشکل نمیاد، بعضی از خودتون وارد بشید دوستان. فعلا خداحافظ.